سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 5 نوامبر همراه شما. در شهر دوشنبه امروز با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، مقامات بلندپایه و دیپلمات‌های خارجی بخشیده به 20مین سالگرد قبول قانون اساسی نشست با تنتنه برگزار شد. امامعلی رحمان در این نشست گفت قانون اساسی که سال 1990 در رایپرسی عمومی قبول شد، در استوار شدن پایه‌های استقلال تاجیکستان مساعدت کرد. او در این نشست خواست انتخابات آینده پارلمانی در ماه فوریه سال 2015 آزاد و عادلانه و دموکراتی برگزار شود. همکاران ما در دوشنبه نظر یکی از حاضران نشست را درباره اجرای قانون اساسی تاجیکستان پرسیدند. در تاجیکستان یک جنگ تحمیلی شرمنده بود با وجود آمده بود و محض قبول سرقانون جمهوری تاجیکستان در برقرارسازی حاکمیت دولتی و همچون ملت باقی ماندن تاجیکان اهمیت بسیار بزرگ بازی. قانون اساسی تاجیکستان را در زمان کشمکش‌های داخلی قبول کردند و سپس دو دفعه سال 1999 و سال 2003 تغییر دادند. اصلاحات دوم به سرقانون به امامعلی رحمان امکان داد تا سال 2020 رئیس جمهوری تاجیکستان بماند. در انتخابات میان دوره‌ای به سنات آمریکا نامزدهای حزب جمهوری‌خواه رأی اکثریت مردم را به دست آوردند و حزب دموکراتی رئیس جمهور باراک اوباما را ناکام کردند. در مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان آمریکا نیز اکثریت کرسی‌ها به دست حزب جمهوری‌خواه گذشت و بعد انتخابات سال 2006 در آمریکا بار اول است که رقیب حزب دموکرات کنترل هر دو پالاتای کنگره ایالات متحده را به دست می‌گیرد. از دست دادن کنترل هر دو پالاتای کنگره نفوذ سیاسی باراک اوباما را در 2 سال باقی مانده ریاست جمهوریش ضعیف‌تر می‌کند. یکی از فرماندهان سابق جنجال برانگیز زمان جنگ شهروندی تاجیکستان در سن 55 سالگی درگذشت. نزدیکانش گفتند قربان چالوف، فرمانده سابق فرانت خلقی در منطقه کولاب که از بیماری قلب و فشار بلند خون رنج می‌کشید، روز 5 نوامبر در احاطه اهل خانواده‌اش فوتید. او را در زادگاهش در قشلاق تیلایی در کولاب دفن کردند. قربان چالوف در زمان جنگ خونین شهروندی سالهای 90 در تاجیکستان بسیار نفوذ داشت و در امر به قدرت رساندن حکومت امامعلی رحمان سهم کلان گذاشته است. ولی سالهای بعد بنابر قانون شکنی و نافرمانیش به مقامات دولتی از صف نیروهای مسلح خارج کرده شد و به تجارت مشغول بود. یاور دادستان ناحیه اسماعیل سامانی که در هلاکت یک زن 54 ساله راهرو در صدمه نقلیاتی ابدار میشد، بر اساس قانون عفو از بازداشتگاه آزاد شد و پرونده او را قطع کردند. نزدیکان زیوربانو پیروی 53 ساله نیز در صحبت با رادیو آزادی رهایی یاور دادستان اسماعیل سامانی را تصدیق کردند و گفتند در دادگاه سنا به آنها گفتند که میتوانند پس از 10 روز به دادگاه دیگر از این قرار شکایت برند. میرزا مرادوف شوهر زیوربانو گفت نزدیکان فیروز خالقزاده روز جمعه گذشته برای بخشش گناه فرزندشان یک گوسفند و انواع دیگری خوراکه آوردند ولی آنها همه را پس گرداندند. سازمان همکاری اقتصادی و رشد میگوید دولت تاجیکستان باید برای ریشه‌کن کردن رشوه‌خواری و فساد کوشش بیشتر کند، زیرا تدابیر تا حال اندیشیده‌اش کافی نیست. نمایندگان این سازمان روز 5 نوامبر با معرفی گزارش سوم حکومت تاجیکستان آید به کروپسیا گفتند در کشور عمدتاً بعضی منصبداران میانه و پایین با اتهام فساد و رشوه‌خواری پرونده باز می شود، ولی وزیران و منصبداران بلندپایه را صرف نظر می کنند. به اعتراف خود مقامات رشوه‌خواری در تاجیکستان به قول رسم شده است و به امنیت ملی کشور تهدید می کند. و گزارش کامل در این باره با اخبار بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.